عالم محشر به پا میشه، همه گریزانن. امام صادق سلام الله علیه فرمود قیامت آرام نمیگیرد تا زمانی که مادر ما حضرت صدیقه پا به عرصه محشر بگذارد. خدا میفرماید حبیب ما بهشت و آذین بستیم، چرا وارد بهشت نمیشی؟ جمله رو ببینید. خدایا آیا نمیخوای مقام من فاطمه روی قیامت معرفی کنی؟ فاطمه کیه؟ دنیا که مشخص نشد. خدا میفرماد حبیب ما برگرد وارد محشر شد. یا فاطمه لک عندی الرضا، خدا رو راضی کردی لب تر کن. اگر صدیقه کبرا فاطمه من خدا، ببین خطاب رو، فاطمه خدا، حبیبه من، ناموس من خدا، اگر انگوش بذاری رو کسی که گناه عالم آدمی هم در او باشه، حبیبه ما اشاره کنه، من خدا رو میبخشم. آقا این گناهی داره، خدا میفرماد طرفین این رو هر چی باشه من خدا راضی میکنم. یک آن بی بی صدا میزنه، کار مادر اینه. شیعیان بلندشن، شیعیان فاطمه بلندشن، گریه کنا بلندشن. قیامت میگه یک ولوله‌ای به پا میشه تو عالم محشر، بلند میشن، اینقدر جدا میکنه عزیزان، میگه کسی نمیمونه.